آقا سلام علیکم. چاکر رفقا. خواب بودم بیدار شدم. امروز سانده اینجا تعطیله. خواب بودم بیدار شدم دیدم حاجی 1000 تا میسکال و 500,000 تا مسیج و یه لایو 10 دقیقه دیگه میذارم یه توضیحاتی بذارم بدم در مورد بیزینس و زندگی و چی هست و چی نیست و واقعا شما مردمان خوبی هستین به جان قدیر. اگه تمام این موهای من 1000 تومانی بود، نه 1000 که گذشته، 100 دلاری بود، به نظر چند تا بود؟ تمام اینا 100 دلاری بود میگفتن آقا اینو میخوای آخر اون کار نکنی کدومو میگرفتی؟ جان من بگن تمام این موهای من 100 دلاری بود بس بود تا آخر اون دیگه کار نکنی. آروک شیر غربایی من بس شد. آقا پارکینگ اینجا ماشینه که درست کردم بهتون گفتم شیشه میشه دیگه. میخوام الان هوا خوبه میخوام با این برم. گفتم بده شما همراه من باشین دیگه. کمربند اینجا صندوق پسکش نره من اینجا اینجوری هوا باله با این ماشین خیلی میچسبه. خارکوس سال 12 یه آدم اینجا رد نمیشه. کاسکش اتوبان شد الان. آخه صندلی عقب این خارکوس شورت حالا رفت لای کون ما گیر کرد. 20 ها بابا کجا بود این استاردش؟ من این کاسکش سوار نشدیم یادمون رفت. آقا استارد پیدا کنم وایسا. کیف اون باشگاه برم با این برم دیم تقریبا اینم توشه مینه. بسم الله. این کلید اصلا مال این نیست که. این کلید آقا مال این نیست. ریدیم به خیال خارکوسه. سه چرخ و باجی نزدیک 30,000 دلار خریدیم. یک روز درایوش نکردیم فقط یه بار رانندگی کردیم از اونجا آوردیمش تا خونه. حالا بردیم باتریش عوض کردیم فقط 2 تا کلید داره. یه کلیدش اینجاست اون کلید در خارکوسه من فکر کردم اونه دیگه حال نشدم برو اونو بگی اینو بده. این دیدم کلیدش هم اینجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی امید تو زن بچه شیطون گاییدم خال مادرت گاییدم کسکش مادر جنده چیکار ما داری برو گم شو کسکش. حاجی جانگولر وارد می شود. حاجی دیگه فالوور نمیگیری چون من آمدم. حاجی جون حاجی گرینوف بیا تو لوی ویتام بازار باشه. اینا چیه؟